درود و شالوم خداوند بر شما عزیزان. خوش آمد عرض میکنم و خدا رو شکر میکنم برای این فرصت بسیار عالی و مبارک که خداوند به همه ما بخشیده و ما میتونیم در این فضای مجازی از اقصا نقاط جهان در کنار هم باشیم و با هم خداوند رو بپرستیم. برای پرستشی که کوروش عزیز برای ما داشتند از ایشون تشکر میکنم. خیلی برکت یافتیم، ممنونیم، خیلی عالی بود. البته در ادامه پیام امروز ما برادر ادامه خواهند داد پرستش خودشون رو. عزیزان، امروز یکشنبه 14 سپتامبر سال 2025 میلادی برابر با 23 شهریور ماه 242مین جلسه خودمون رو در حال برگزاری هستیم و در واقع 4 سال و 8 ماه از این جلسات میگذره. از رساله کولوسیان یک آیه برای شما عزیزان قرائت میکنم. رساله کولوسیان باب اول آیه 14. در عیسی مسیح فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته ایم. موضوع صحبت امروز من فدیه است. عزیزان، سالها قبل که بردهداری رایج بود، در مورد آزادی یک برده واژه فدیه به کار می رفت، به این معنا که شخصی بهای برده ای رو می پرداخت و او رو آزاد می ساخت. عزیزان، شما می دونید که چه موقع در کشور عزیز ما ایران بردهداری ممنوع و منسوخ شد؟ و یا در کشور بریتانیای کبیر، در کشور آمریکا؟ خوبه که این مطالب رو بدونیم. بردهداری در سال 1328 میلادی، نه 1328 شمسی، یعنی 76 سال قبل در ایران عزیز ما منسوخ و ممنوع شد. میدونستید؟ یعنی در واقع 6 سال قبل از اینکه من به دنیا بیام، در اون تاریخ بردهداری در ایران ممنوع به طور کامل و منسوخ شد. در بریتانیای کبیر و تمام مستعمرات اون در سال 1833 میلادی، یعنی 190 سال قبل، بردهداری ممنوع شد. در آمریکا ابراهام لینکلن 16مین رئیس جمهور آمریکا در سال 1861 میلادی با شعار لغو بردهداری بر مسند تکیه زد و در تاریخ 1865 میلادی بردهداری را ممنوع و منسوخ اعلام کرد و توسط طرفداران بردهداری در همان سال 1865، یعنی چند ماه بعد از منسوخ کردن بردهداری در آمریکا، ترور شد. 160 سال قبل نیمی از آمریکا موافق بودند با بردهداری و نیمی از آمریکا مخالف بودند. ابراهام لینکلن با استناد به کلام خدا حکم آزادی برده ها رو صادر کرد. ابراهام لینکلن با توجه
به رساله اول قرنتیان باب 7 آیات 22 و 23 بردهداری در آمریکا را منسوخ اعلام کرد. پولس رسول در این دو آیه میگوید همه ما آزاد آفریده شده ایم و غلام انسان نیستیم، بلکه غلام مسیح هستیم. به قیمتی گران خریداری شده اید، به خون گرانبهای عیسی مسیح غلام انسان نشوید. با توجه به این دو آیه از رساله به اول قرنتیان، ابراهام لینکلن حکم آزادی برده ها رو صادر کرد. عزیزان، روز جهانی لغو بردهداری هم 2 دسامبر سال 1949 هست، یعنی 76 سال قبل، یعنی درست همان زمانی که ایران عزیز ما بردهداری رو منسوخ اعلام کرد. عزیزان، برای درک بهتر معنای فدیه حکایتی رو برای شما تعریف خواهم کرد. نوجوانی به کمک پدرش با تلاش بسیار و با گذشت روزها زحمت یک قایق بادبانی بسیار زیبایی رو ساختند و تصمیم گرفتند که روزی اون قایق رو روی آب قرار بدن و اون رو در آب رها کنن. قایق رو روی آب قرار دادن. قایق به زیبایی پیش میرفت. پدر و پسر هر قدر تلاش کردند نتوانستند قایق را بازگردانند. قایق آنقدر پیش رفت که از دیدگان آنها رفت و آنها دیگر قایق را ندیدند. نوجوان و پدرش خیلی ناراحت به خانه بازگشتند. 1 هفته بعد نوجوان داخل ویترین مغازه‌ای قایق خودش رو دید. وارد مغازه شد و داستان قایقش رو به مغازه‌دار گفت و قایق خودش رو از مغازه‌دار درخواست کرد. اما هر کاری که کرد و آنچه که گفت فایده‌ای نداشت. مغازه‌دار به نوجوان گفت این قایق فروشی است و در صورتی میتوانی این قایق را داشته باشی که وجه آن را بپردازی و آن را خریداری کنی. نوجوان پس از مدتی با جمع‌آوری مبلغ درخواست شده قایق را از آن مغازه‌دار خرید و مجدداً مالک قایق شد. نوجوان دوباره مالک و صاحب قایق شده بود. عزیزان، خدا هم دقیقاً همین کار رو انجام داد. آدم و حوا به وسیله خدا در باغ عدن به وجود آمدند، اما با نااطاعتی از فرمان خدا از باغ خدا بیرون رانده شدند. خدا تلاش فراوانی به عمل آورد که اونها رو به سوی خودش برگردونه، اما نشد. 2000 سال قبل وقتی که زمان به کمال رسید، خدا پسر یگانه خودش رو به این جهان داد تا هر که بر او ایمان بیاره هلاک نشه بلکه حیات جاودانی بیابه. عیسی مسیح به خاطر نجات بشر جان خودش رو بر روی صلیب داد و روز سوم از میان مردگان برخاست. این نجات به بهای ریخته شدن خون پربهای مسیح انجامید. مسیح با این کار ما رو بازخرید کرد. پولس رسول
در رساله کولوسیان باب اول آیات 12 تا 14 در این 3 آیه 3 برکت بزرگ روحانی رو برای کلیسای کولوسی و امروز برای ما یادآوری میکنه. نخست در آیه 12 میگه پدر آسمانی را شکر گویید، زیرا که ما را لایق گردانید که به همراه مقدسین وارث ملکوت نور شویم. دومین برکت در آیه 13 چنین میگوید پدر آسمانی را شکر گویید، زیرا که ما را از قدرت ظلمت و تاریکی مطلق رهانید و به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت. و سومین برکت در آیه 14 می‌فرماید پدر آسمانی را شکر بگویید، زیرا که در عیسی مسیح فدیه یعنی آمرزش گناهان خود را یافته اید. عزیزان، جریمه تمامی گناهان ما به وسیله خون گرانبهای پسر خدا عیسی مسیح پرداخت شده. آمین. میتونید بگید به ریخته شدن خون عیسی مسیح تمامی گناهان من محو شدن، پاک شدن و من شستشو یافتم؟ هللویا. آمین. پولس رسول از ما میخواد که برای این 3 برکت روحانی شکرگزار باشیم. شکرگزار هستیم؟ هللویا. شکر میکنیم خداوند رو. عزیزان، میخوام یادآوری کنم، این مطلب مهمیه که باید همه ما بدونیم. این 3 برکت روحانی رو ما در عالم آینده دریافت نخواهیم کرد، بلکه خداوند الان همکنون این 3 برکت روحانی رو به ما عطا فرموده. این 3 برکت روحانی الان مال ماست. آمین. عزیزان، دلیل اصلی آمدن عیسی مسیح به جهان فدیه یعنی آمرزش گناهان بشر. او آمد که ما رو بیامرزه از تمامی گناهانمون و این رو فدیه مینامند. با ایمان بر پسر خدا و خون ریخته شده او نجات یافتیم و عدالت او، عدالت خدا به حساب ما منظور شده. ما عادل نبودیم، خداوند عادله، عدالت او به حساب ما گذاشته شد. کلام خدا میگوید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر آمدند. عادلی نیست، یکی هم نیست. به فیض خداوندمان عیسی مسیح است که ما مجانا عادل شمرده میشویم. در کلام خدا میبینیم که ابراهیم به خدا ایمان آورد و عدالت برای او محسوب شد. عزیزان، توبه و ایمان، نجات و عادل شمردگی عطایای خداوند هستند. آمین. عادل شمردگی راه رو برای دریافت سایر هدایای خدا هموار میکنه. یعنی وقتی که ما ایمان میاریم و نجات پیدا میکنیم و عدالت خدا به حساب ما گذاشته میشه، راه برای دریافت
هدایای دیگه خدا هموار میشه. عزیزان، خدا برای آمرزش گناهان ما کاری به مراتب عظیمتر از خلقت این عالم انجام داد. برای خلقت این عالم خدا میگفت و میشد. آنچه رو که خداوند فرمود انجام پذیرفت. ولی برای فدیه پسر خدا عیسی مسیح به جهان آمد و برای پرداخت بهای سنگین گناهان بشر بر روی صلیب قربانی شد و ما به بهای ریخته شدن خون گرانبهای مسیح فدیه یعنی آمرزش گناهان خود را یافته ایم، به شرط اینکه به مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب و به قیام او از میان مردگان ایمان بیاریم. ایمان داریم که عیسی مسیح به خاطر من بر روی صلیب مرد و روز سوم، روز یکشنبه، در چنین روز مبارکی از میان مردگان برخاست. این فیض خداست عزیزان، نه به خاطر لیاقت و شایستگی ما و نه به خاطر اعمال نیکوی ما و نه به دلیل کارهای خوبی که کرده بودیم، بلکه فقط به خاطر فیض خداوند ما عیسی مسیح. فیض خداوند عزیزان بخششی است مجانی و بلا عوض که به شخص نالایق تعلق میگیره و توسط خدا، قوت خدا بر او جاری میشه. عزیزان، پس ما ایمانداران به مسیح غریب و اجنبی نیستیم، بلکه هموطن مقدسین و از اهل خانه خدا هستیم. کلیسا نمادی است از آسمان و سر اون عیسی مسیح خداونده. عیسی مسیح پسر خدا بالاترین بهای ممکن رو برای نجات ما پرداخت کرد. او خداوند بود، بدون گناه تمامی مردم جهان رو بر خودش گرفت. البته هر که به او ایمان آورد، و او به خاطر گناهان بشر بر روی صلیب قربانی شد. پولس رسول در رساله کولوسیان باب 2 آیات 13 و 14 میگه زمانی همه ما در گناهانمان مرده بودیم، اما خدا ما را به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب آمرزید و از همه گناهانمان آزاد ساخت و آن دستخط یعنی سند محکومیت ما را که صحبت از نااطاعتی ما بود از میان برداشت و آن را بر روی صلیب میخکوب کرد و همه گناهان ما را برداشته و به حساب مسیح گذاشت و او به خاطر گناهان ما مصلوب شد. یک نفر به جای همه و به خاطر همه. عزیزان، سرهای خودمون رو خم کنیم و در دعا باشیم. بیاییم امروز در پای صلیب عیسی مسیح زانو بزنیم و به او بگیم ای خداوند، تو به خاطر من و برای من و به جای من
و برای گناهان من بر روی صلیب جانت را دادی و قربانی شدی و فدیه یعنی آمرزش گناهان ما را فراهم ساختی. توبه می کنم هر یک از ما در حضور مبارک و مقدس تو هستیم ای خداوند و توبه می کنیم و به تو ایمان می آوریم. من به تو ایمان می آورم ای خداوند. ای خداوند تو خون گرانبهایت را به خاطر من بر روی صلیب ریختی و مرا نجات بخشیدی. قلبم رو در حضور مقدس تو می گشایم تا تو وارد قلب و فکر و روح و زندگی من بشی و من با قوت روح القدس که تو به من عطا می‌فرمایی بتوانم هر روز تو را در زندگی خود برافرازم و جلال دهم. شکرت میکنم ای خداوند، سپاسگزار تو هستم، جلالت میدهم ای خداوند، زیرا که تو ما را لایق گردانیدی که به همراه مقدسینت وارث ملکوت نور باشیم و تو ای خداوند ما را از قدرت ظلمت و تاریکی مطلق رهانیدی و به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساختی و در عیسی مسیح فدیه یعنی آمرزش گناهان خود را یافته ایم. شکرگزار تو هستیم، خودمان را به تو میسپاریم و دعا میکنیم که ای خداوند امروز کلیسایت را تفقد بفرمایی، هر یک از ما را تو از آسمان لمس کنی و برکت بدهی، مبارک بسازی و ما را برای جلال نامت به کار ببری. تو را شکر میکنیم، کلیسای اعمال رسولان را به تو میسپاریم و میخواهیم که تو با قوت آسمانیت از اعلی ای خداوند به قوت همه ما را آراسته بسازی. با شکرگزاری در نام عیسی مسیح خداوند